بله؟ زکی ما هستم، سنم. با کمکت ضرورت دارم. بچه خانه بیا که با هم گپ بزنیم. حالا بخیز دگه، بخیز را برو احمق، گپ بزن. ده قدر وقت به ما دروغ میگفتی ها؟ به خاطر سرپا استاد شدنت باید برات اسلحه میدادم ها؟ درد میکنه ها؟ درد میکنه؟ قدرت چی است؟ ما چرا عروسی نمی کنیم قدرت؟ منتظر هستیم که به پای خود استاد شوه؟ شاتیات نگو، فقط 2 قدم راه رفت و بس خلاص. گفتی 2 قدم؟ 2 قدم ها؟ و زودی خانم میجه خودش از زینای اتاقش پایین میشه، باز به ما صبح بخیر میگه، بعد خود سر میز صبحانه خود نشست، بعد از او با هم یک جای قهوه خود نوشیدیم. چطور؟ جالا تو گپ دکتر نشنیدی؟ بعض وقتا ای قسم کارا راه بیتن. نمیفهمم قدرت، نمیفهمم. ما تحمل اقدر تحقیر شدن ندارم. به این کار یک راه حل پیدا کن. ما میخواستم با تو زنگ بزنم مادر. ابراهیم چطور است؟ این بچه هیچ خوب نیست. آمادهش کنیم که یک بار شفاخانه ببرمش. چی شده مادر؟ چی مشکل داره؟ نمیفهمم، هیچ نمیفهمم. از صبح تا حالا هیچ چوب نشده. چند لحظه پیش زیاد چیغ میزد، نفسش قید شده بود، چهرهش هم کبود گشته بود. درست است مادر، تو را زود به شفاخانه ببر، ما میایم. عجله کن مادر. درست است؟ گوش کن زکی، ما به یک آدم جوان مقبول ضرورت دارم. یک آدم چارشانه و قواره داره باشه، یعنی مثل خود. کدام نفره نیاری فهمیدی؟ تو هیچ خسته نمیشی، هر روز بخواد یک پلان میسازی. اما ببین، ما از برکت همی پلانایم به اینجا رسیدیم جانم. بدخانه است یا پلان آخرم است. خب برای آدم چی میکنیم؟ بسیار کار آسان است. این شخص مثل سایه امرای ایلیف می باشه، یعنی در بازار، دانشگاه، هر جایی که بره باید او را تعقیب کنه، هر کار لازم است انجام بده. حتی اگه فرصت پیدا کرد دستش محکم بگیره و او را در آغوش بگیره. امی قسم نشان بده دیگه. البته وقتی که او خود به ایلیف نزدیک میکرد تو عکسشانه بگیری. توبه، عاشق خیالی ایلیف. بله، عاشق خیالیش. فقط میخوایم دینیس یک عکس ایلیف ببینه. بفرمایین دخترم، خوش آمدین. بیشینی. خیریت است کاکا نجاتی؟ چطور مرا قدر با عجله خواستین؟ دینیز به خاطر بچه خود دوا باز کرده. امکان نداره. ما در شفاخانه با هم گپ زدیم، گفته بود در محکمه دعوا باز نمی کنیم و دعوای خودم پس میگیریم. نمیفهمم دخترم، معلوم میشه به وعده خود وفا نکرده. دینیزی کارا کردن نمیتونه، امکان نداره. تو هر احتمال مد نظر بگی و حرکت کو. بعد از این دعوا بسیار سخت میشه. اگه این دعوا به محکمه برسه باز بسیار برات بد میشه. در این شرایط هیچ قاضی طفل براتون نمیته. کاکا نجاتی، مادرم اینجا بوده میتونه. ما باید همراه دینیز گپ بزنم. البته دخترم، هیچ مشکلی نیست. مادر جانم، ما باید برام و بچه ما پس بگیرم. طفل چی شده؟ ها؟ نیک مریض شده؟ تو از کجا خبر شدی؟ بچه‌م سنم، من اینجا خواستم. مادر شما هستین؟ مادرش نیست، من متوجه بچه می باشم. این طفل بشیر مادر خود ضرورت داره و قدر کافی تغذیه نشده. حالا باید هر قسمی که میشه شکم طفل سیر کنین. اگه مادرش نیست یک دایه برش بگیرین. ببینین اگه همین قسم پیش بره باز ما مجبور میشیم که او را در شفاخانه بستر کنیم.
به خاطر راجستر شدن تذکره طفله بدین. هنوز برش نگرفتیم. این بار برش دوا نوشته میکنم، اما به زودی این مشکل حل کنین. بار دیگه اگه بیاین به مشکل برخورد خوردین. سنم بیبی کی زنگ زده جواب بده. گل پدر، بچه نازم. بله؟ میخوایم همراه دینیز گپ بزنم. اوه خانم ایلیف، شما هستین؟ موبایل به دینیز بده. های جانم، متاسف هستم. او یک کمه مصروف است. در شفاخانه هستیم، همراه دکتر گپ میزنم. بچهش مریض شده. بها، تو خو خبر نبودی اما تو نیست؟ تو چی میگی؟ بچه من چی شده؟ از گشنگی زیاد طفل مریض شده. به نظرم پیش از اینکه من کدام کار کنم خودش از گشنگی خاط مرد. گفتم زود تلفن به دینیز بده. گوشکا جانم، اگه پیشنهاد من قبول میکردی حالا بچهت پیشت میبود. فقط یک کلمه باید بگویی. برش بگو که تو را فریب دادی. حالا دیگه ببینم. این بار مرا فریب داده نمیتونی. من دیگه فریب گپایت نمیخورم. پس تو هم دیگه هیچ وقت بچه‌ت نخواد دیدی. درست شد؟ کی هستنم؟ هیچ. ایلیف است، به خاطر طفل زنگ زده بود. ایلیف؟ دینیز، ابراهیم چی شده؟ چرا او را به شفاخانه برده؟ اگر زیاد به تشویش هستی به ساحل بیا. دینیز خواهش میکنم یک چیز برام بگو، خواهش میکنم. ایلیف چیزی که گفتم همون تو گفت. دینیز درست است. ابراهیم هم همراهت بیار لطفا. بله دینیز. دینیز خواهش میکنم بچه من بیار. خواهش میکنم بچه من بیار. قسم نکو بچیم، چرا نمیفهمی یه طفل بیچاره گناه داره؟ ایره ببر که شکمش سیر کنه. هر چیزی که باشه او مادرش است. برو کارتا شروع کن دیگه، ما تو طرف عکس میگیرم. توبه، استغفر الله. او ایلیف هیچ کس شناخته نمیدونه. یعنی پدر و مادر طفل خو معلوم است. کارت تولد طفل باید میداد تا که امروز کار تذکرشم خلاص میکدیم. سنم برات گفته بودم به کارهایی که مربوطت نمیشه مداخله نکو. یه قسم فکرام نکو. اگه زیاد کنجکاو شدی برات میگم. ایلیف میترسه که من طفل ازش نگیرم. از او خاطر کارت تولدش برم نمیته. خب او رو چه قسم قانع میسازی؟ یا که طفل برش پس میدی؟ ایلیف همه قسم فکر خواد کرد. خب یعنی چی؟ به ایلیف دروغ میگی جانم؟ من به خاطر خوبی ابراهیمی کار میکنم. ایلیف متوجه بچم بودن نمیتونه. ایره خودش هم میفهمه. فردا به خاطر این کارم از من تشکر خواد کرد. تو هم کوشش نکنی که کدام گدودی کنی و خرابی کنی. درسته جانم، من چرا کدام کار کنم؟ توبه، یادم کی از چرا از پشت میایه. تو از موتر برون نشو. طفلان برش نشان نده. اگم را ایلیف به تفاهم رسیدون بازی را خواد دید. فهمیده شد؟ تو تشویش نکن. دلم میشه که تو رو همینجا از بین ببرم تفلک.
سلام جانم. چقدر یک پارک مقبول است؟ تو چی میکنی ها؟ با هم یک جای قدم بزنیم؟ توبه توبه، تو دیوانه هستی چیستی؟ لطفا مرا اذیت نکو. یه خو ایلیف است. اما ایلیف او آدم کی بود؟ نمیشناسمش، ناق ناق اذیتم میکنه، گپای ناق میزنه. توبه توبه. یه احمق کی بود؟ دنی صبر کن. زیاد مهم نیست. او ترس و بیازو فرار کرد. لطفا برای میره بگو که بچه‌ام کجاست. او دیهاتیام آمد. مادرت بسیار یک زن احمق است. اما تو صبر کن. ببین که من همراه ایلیف چی کارهای دیگه خواد کردم. دنیز لطفا برام یک چیز بگو. چرا بچه من همراهت نآوردی؟ آوردیمش تشویش نکن. در محترم رای سنم است. چی؟ دنیز تو چی کردی؟ بچه من به اون مار چرا دادی؟ دنیز اول باید گپ بزنیم و به تفاهم برسیم. اگه نه ابراهیم دیده نمیتونی. دنیز او زن بچه ما را اختطاف کرده بود. تو چطور میتونی ابراهیم پیش او بانی؟ تو نمیفهمی که او مرا چه قسم تهدید کرد. تو حتی ایرام نمیفهمی که به من چی پیشنهاد باز کرد. شروع نکو ایلیف، بس است. به خاطری گپا اینجا نامدیم. ایلیف گفتم موضوع اصلی او نیست. عکسایشو نخوا گرفتی؟ خب آفرین. امی قسم ادامه بدی. آفرین. بیبی در هر کار طفل مشکل وجود داره. او را به شفاخانه بردن نمیتونیم. امروز نزدیک بود دوا برش نتن. مرا با آزمایش‌های دی ان ای و دیگه چیزا مشغول نساز. کارت تولدش برام بده که برش تذکره بگیرم. تو گپ میشنوی یا نه؟ ما گپت نمیشنوم. تمام فکرم طرف بچه‌م است. کارت تولد برات نمیتم. سرت باور ندارم. اگه سر ما باور نداری پس سر کی داری؟ من پدر او طفل نیستم. اگه پدرش می بودی باز او را از مادرش دور نمی ساختی. حالا به خاطر ابراهیم دوام باز کردی. این گپ دیگه از کجا شد؟ و قسم یک گپ نیست. پس ای چی است ها؟ بگو ای چی است دنیز؟ آی من چی ضرورت دارم که طفل او دیهاتی را نگاه کنم؟ بس که دیگه گیری ها نکن. شیطان میگه بیگ از موتر او طرف پایین بندازش. راستش بعد از جنگ که در پنتون کده میره باز کده بودم. فقط یک تلفن کار است. دعوای خود پس میگیرم. پس چرا بچه ما برم نمیتی دنیز؟ ما و تو خود دشمن نیستیم. پس تو نباید بچه ما از ما دور بسازی. به خاطر چی تو این کارا میکنی دنیز؟ به خاطر که متوجه بچیم بودن نمیتونی. چون در شرایط نیستی که از بچه مراقبت کنی. برات بعدا میتونم که او رو برات پس میتونم. زیاد پشت بچه‌م دق شدیم. میخوای او رو در آغوش بگیری؟ میخوای به ابراهیم شیر بتی ایلیف؟ تو خود کل چیز دیدی نه؟ مادر احمقت باز فریب خورد. بچه ما بته بر بگی فقط که خوردمش. بچه مقبولم. جانم یک دانه. تو گشنه شدی مقبولم. جان مادر. جان بس از ما تفاهم کردیم. ما و ایلیف به مدیریت ثبت اول نفوذ میریم. خوب است. پس مامم رایتان میرم. امرا ایلیف کمک خواد کردم. درست است. ایلیف کمی عجله کو که قبل از وقف نان چاشت اونجا برسیم. یک دانه. بچه مقبولم. مادرت پیشت آمد. بیا جانم. بسیار اشتباهی بزرگی که پیشنهاد من رد کردی. افسوس. طفلت از دست خواد دادی.
این مفکوره های خرابته پیش خود نگاه که خانم سنم. ما و دنیز با هم تفاهم کردیم. او بچه من هست برم میده. من تمام زندگی اولین احمقی است که مثل تو میبینم. دنیز بچه تا برات پس میته؟ البته که این کار میکنه. تو خنده کن. هر قدر که میخوایی خنده کن. گفتم که ما با هم تفاهم کردیم. به ثبت احوال نفوس میریم. وقتی که یک خانه بگیرم دنیز بچه ما برم. البته حالا دیگه خوش باش. ابراهیم مقبوله. گوش که دختر دنیز تو را فریب میده. همین پیشتر درا که اینجا میامدیم برم گفت این بچه را برات هیچ وقت نمیده. تو مجبور هستی که امرای ما تفاهم کنی. دیر یا زود زندگی بچه تو بازم به دست ما خاطف دید. البته ای که من انصاف دارم یا ندارم تو بهتر میفهمی. قسم نیست. دنیزی کارا نمیکنه. دنیزی قسم نمیکنه. امروز صبح امرای وکیل خود ملاقات کرد. به خاطر باز کردن دعوا با تذکره ای طفل نیاز داره. با می خاطر امرایت خوبی میکنه. با من اصرار کرد که گپا رو باید به تو نگویم. گوشگو تو دیگه چاره نداری. فقط برش بگو که طفل تو نیست بس. اگه ایره خانه بیاره باز قسم میخورم خفکش میکنم. دینیس ایلی فرار کرد. الیف اینجا بیا. الیف استاد شو. الیف بچه من اینجا بیار. بله زکی او دختر فرار کرد. زود سر رایشه بگی فهمیدی؟ اگر جناب یک تاکسی بخوایم قندم. این طفله با ما بته گفتم این طفله با ما بته ممرت کمک میکنم. گفتم بته طفله بته من کمکت میکنم. بته طفله میلش کو تو چی میکنی؟ برا. من تو را نمیشناسم. طفل ما بته بره. طفله بته برا ما. الیف الیف من هیچ باور کرده نمیتونم. با وجود قدر کارا تو تانسته دستور بگیری. دنیز تو چی میگی؟ ما او را نمیشناسم نمیفهمم چرا از صبح تا حالا تعقیبم میکنم. بس است دیگه الیف. بر من دروغ نگو. بته بچه ما بته. دنیز خواهش میکنم بچه ما ازم نگی. دنیز لطفا بچه ما برم بته. خلاص شدی بعد از این محکمه هم دیگر خودی. دنیز صبر کن. به خاطر که ترسیدم میکاره کردم. فکر کردم شاید دیگه طفل ما برم نشان ندی. بیازو برات نشانش نمیتونی الیف. بعد از این بچه ما دیدن نمیتونی. اگه از گشنگی بمیرم خبر نخواد شدی. صبر کن. خواهش میکنم دنیز لطفا مرا ببخش. ببین هر چیزی که تو بگویی من انجام میدم. به ثبت احوال نفوس بریم. درست است؟ حال خود دامه من بند ماندی ایلیف. به زودی همه قسم به پایای من خاطف دیدی. و بسیار بزودی. خوب تحقیق کردین که چادر پوشا با هم دیگه به کجا میرن؟ خانم شما خدا اینجا برشان اجازه نماز خواندن ندادین. اونا در مسجد نزدیک میرن. خب اگر در وقت نماز اگر اونا را به درس مصروف کنیم باز او وقت چی میکنن؟ او وقت پنتون به خاطر نماز خواندن جای میپالن. اگر در اینجا کدام جایی برشان نمانه باز چی؟ باز نماز خواندن نمیتونن.
خانم خوب دقیق بررسی کنین، باز پسان من نخواهید. لطفا ببینین دفعه قبلا با همین مشکل روبرو شده بودم. تو فقط یک چند دقیقه دیگه وقت داری. بیبی همینجا برش بگو نجات پیدا کن. فقط برش بگو که طفل از تو نیست. بس چو باش دیگه. شاید که سرت قهر شوه، حتی شاید تو را با سیلیان بزنه ایلیف جان، اما من همیشه در بین شما می باشم. همیشه. بس از دیگه تو چقدر با آسانی گپا را گفتم میتونی، مرا فریب داده نمیتونی. خب اگه او تو را فریب بده باز در مقابلش کدام کاری کده میتونی؟ نه خیر. پس اگه این گپ بگویی خوب میشه. ایلیف تو ضرورت نداری که خطر به گردن بگیری. اجازه ندی که این کار کنه. اینجا برش بگو کار خلاص شده دیگه. گفتن نمیتونم، من مثل تو نیستم. من قسم گفتن نمیتونم. پس اجازه بده که من بگویم. هرگز قسم یک کار نکنی. حالا ایلیف نوبت ماست. عجله که بدر او راقبته. درسته صبر کن. دینیس ایلیف میخوای برای چیزی بگویه. ایلیف عجله کوی آدم منتظر ماست. خدایا خودت همراه کمک کن. تو همیشه کاری میکنی که به خیر بنده هایت باشه. من دیگه چاره ای ندارم. ایلیف برش بگو دیگه. ای ورقی تولد طفل است. اوقات نماز نشانی کردین؟ بله خانم بفرمایین. در دانشگاه فقط 2 وقت نماز ادا کرده میتونن. نماز چاشت و نماز دیگر. نماز چاشت ساعت 1:45 الی 4:45 ادا میشه. نماز دیگر هم از ساعت 4:45 الی 7:45. دوستا ما تقسیم اوقات درسی را تغییر میتیم. سر از امروز درس ها از ساعت 1:15 الی 7:45 به طور دوامدار ادامه می داشته باشه و وقفه بین درس ها فقط باید 5 دقیقه باشه و بس. گوش کنین دوستا درست است میفهمم یکم برنامه گدوت خواهد شد، اما ما سیستم درسی خوده فقط با همین طریق میتونیم حفظ کنیم. دوستا آله تقسیم اوقات جدید خوده دیده میتونین. روز خوش داشته باشین. بفرمایین. چی کنم؟ یک دانه دگان بگیریم فلیس؟ زیاد خورده جانم. بس است دیگه. نه خیر، به خاطر خود نمیگم، به خاطر ایلیف میگم. ها راست میگی. انا نمیفهمم که ایلیف چی کده. حتما زیاد گوش نشده. میفهمین حالا ایلیفم کجاست؟ تو با ایلیف خاله چی کار داری جانم؟ هیچ، به تشویش شدم. او گفت که میایم اما تاله نامه. جانمون مریض است، در خانه خواب است. تشکر خانم، زنده باشین.
ایره به خاطر کی آماده میکنی خانم کوچک؟ خاله ایلیف. به خاله ایلیفت؟ بله، چرا؟ به خاطر که مریضه. مریض است؟ به نظرم مریض ما خوب شده. خاله ایلیف. چطور استی مقبوله؟ شفا باشه، شنیدم مریض استی. والله دامله اینا را به دستای خود به تو آماده کرده. صدقه ای دستای مقبول و کوچک تو شوام. الیف تو خوب استی؟ ما به تشویشت بودیم. راستش نمیفهمم که خوب استم یا نیستم. یک کاری کردم. چی کردی؟ همراه دنیز گپ زدم. با ابراهیم تذکره گرفتم. با بچیم تذکره گرفتم. ما هم امروز از شفاخانه گزارش ها را گرفتم. با وجود همه چیز باید یک سند دیگه هم همراهتان باشه. درست است، هیچ کدام مشکلی نمیخوایم. بچیم باید هر چیز زودتر با ما داده شود. دخترها فعلا داخل هستن. ما ویژه داخل میشیم، شما هم از پشت سر ما بیاین، به خاطر که ما با یک چند عکس دیگه ضرورت دارم. فهمیده شد؟ بیا دیگه. ایلیف، میفهمم تازه با هم معرفی شده، اما نخواسته شاید بعضی چیزا شدم. یعنی درست است این شخص پدر طفل تو است. این حقو است که به نام خود برش تذکره بگیره. اما بیبی اجازه نده که سوء استفاده کنه. یعنی طفل به زور از پیشت گرفتی ایلیف. به نظرت امکان داره او دروغ بگویه ایلیف؟ تو نمیخوای که بعدن بازم راش دعوا باز کنی؟ گوش که دختر دنیز تو را فریب میده. بیشتر وقتی که می آمدیم در آورم گاه هیچ وقت طفل برات پس نمیده. دیر یا زود زندگیه. بچه قندوله در دسته. مخاطب دید خانم ایلیف. البته ای که من انصاف دارم یا ندارم تو بهتر میفهمی. نمیفهمم. دیگه چاره ای نداشتم، مجبور بودم سرش باور کنم. تو باید مثبت فکر کنی ایلیف. یعنی در این قسم وضعیت مهمترین چیز یک زندگی نظم داشتن است. و ها کارت آماده است، تو خود میفهمی. خواهش میکنم خاله ایلیف، خواهش میکنم اینجا کار کن. تو اینجا بیشی من پس میایم. آفرین دختر گلم. چطور هستین؟ خوش آمدین. ایره بیبی همراه سنم چه قسم گپ میزنه؟ اونا دوستای پدرت هستن؟ اونا احمق هستن. این طفلم فهمیده که او چه قسم یک انسان احمق است. نه خیر، چیزی نیست. طفل به مایلا کده خودش چه کار میزنه؟ منتظر خبر ما باشین. دخترا مضامین اضافی در تقسیم اوقات آورده شده؟ نه خیر. باید تو درس ها تعقیب کنیم، جبری است. درست است. من میرم زود عضو میگیرم، باز در دانشگاه یک جایی نماز میخوانم. ما اینجا پت میشم. خب همه که دختر بیرون شد کاراتش رو که فهمیدی؟ بله.
حالی درس دیگه از کجا شد؟ خدا کنه الیف هر چیزو تربیه که از اینجا بریم. فقط به خاطر که نماز نخوانیم ستا درسی رو در وقت نماز آوردن. به خاطر این کارشان باید چپ باشیم. هر قدر که ما چپ باشیم اونا سر ما فشار میارن. چی کنیم دیگه؟ دست و پایمان بسته است. مرکز ما به خاطر همین فعالیت میکنن. ما برات نق نمیگم که در جلسات اشتراک کو. به هر صورت ما حالا باید برم. مقبوله، مرا به یاد داری؟ کمک! بیخو صدایی جیغ نزن کمک کنید! چپ! ایلینکو! گفتم مرا ایلا کن! لطفا مرا ایلا کن! کمک کنید! گفتم از من دور باش! لطفا مرا نجات بده! در چی میخوایی ها؟ چی میخوایی؟ احمق دختر الیف؟ او آدم کی بود جانم؟ الیف تو خوب هستی؟ الیف؟ او کی بود؟ نمیفهمم ما او را هیچ نمیشناسم نمیفهمم که از من چی میخواه درست است آرام باش. درست است آرام باش جانم. آرام باش. خوب شد موفق شده. تو خسیلی نخوردی، ندیدی که چقدر محکم زد. والا آفرین به شما، کارتان به خوبی انجام دادین. یک کمره رو به ما بدی؟ آی عکسایی حالا به دردم میخوره. پولم پول؟ یک کار خوب به خاطر صاحب انجام بدین. به خدا هیچ انسانیت نمانده. خوب درست است اینه بگی. بله آقا دنیز، چشمتان روشن، روز محکمه دمی هفته است. درست است. همراه سارنوالام گپ زدم. امروز به خاطر دیدن جای اونا میرم. درست است. هر قدر زودتر شوه خوبتر است. تشکر بسیار زیاد. روزتان خوش. دخترا پیش از اینکه درس شروع شوه من میرم در یک جای گوشه نماز میخوانم. الیف، از وقتی که آمدیم تمام جای پالیدیم. هر جایی که میتونستیم نماز بخوانیم قفل کردن و هر لحظه سوی پیردار اداره میشه. اما یک جای دیگه است که اونا متوجه نشدن. همراه ما بیایین. هر گوشه ای پهنتونه با دقت بگردین. من نمیخوایم کدام دانشجو در این دانشگاه نماز بخونه. بگی شروع کن دیگه. دختر تو بسیار چالاک هستی. اگه من 3 سالم فکر میکردم ایگه به فکرم نمی آمد. حالا دیگه شروع کن. الیف تو را فریب میده جانم. ای قسم ده هر جای خدا نشان نتی. حتی اگه امکان داشته باشه خدا به هیچ کسی نشان نتی. امضا کن. کسی که در مقابلت خنده میکنه او در پشت سرت بسیار گپ میزنه.
این بسیار یک کار ظالمانه است. دنیز دیوانه خود شد. ماما میره میخوایم که او دیوانه شود. همینجاست. الیف، ما در سردخانه نماز بخوانیم؟ من خود داخل شدن نمیتونم. من خود گفتم بدون اینجا هیچ جایی نیست. یا قفل است یا پیرادارا پیره میکنن. سهیلا دیگه چاره نداریم، نماز قضا میشه. تو میتونی. بیا این دخترا. سهیلا زود شو که نماز قضا میشه. سهیلا، تو از خانم ژاله میترسی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ پس چی گپ است؟ از انسانهای زنده نمیترسی؟ از یه اجساد بدون روح و بیجان میترسی؟ اجساد کار نمیکنن، هر بلایی که به سرمون میایه از دست زنده ها میایه. بیا دیگه. بیا که از اینجا بریم. اینجا هیچ کسی نیست. ناق وقت خود زایی میسازیم. بیا که بریم. Onlar yanlış sen değil. Gözlerini al yerden. Utanacak gün değil. Gözlerini al yerden. بیا زود برای از اینجا. Bu günlerde geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که تمام روی زمین مانند مسجد پاک است. علامت مکی دید وقت نماز است. در جایی که باشند میتونن نماز خود ادا کنند. Bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. الیف گورال اینجا زندگی میکنه؟ بله، من هستم. از بخش خدمات اجتماعی آمدیم. میخوایم تحقیق کنم. خب تحقیق به خاطر چی درباره است؟ جایی که زندگی میکنین میخوایم معلومات جمع آوری کنم خانم. شما نترسین مادر جان. حمام ندارین؟ اتاق خوب گرمم نیست. زمینش فرش نداره. به نظرم یا مادرتان است. مریض هستن؟ شما را به او خانم مریض چی غرض است؟ هیچ چیزی را نباید نادیده بگیریم. این معلومات به خاطر دعوا مهم هستند. موضوع زندگی یک طفل در میان است. کدام دعوا؟ طفل چی؟ شما چی میگین؟ درباره دعوای طفلتان گپ میزنم خانم. شاورتون این دعوا را باز کنید.
دنیز او مرا فریب داد با من دروغ گفت. این کار خود الیف صبر کو. نه خیر فلیز مرا بانک برم. پدر ببینین او محتم هست. از این دختر چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ دخترم تو دموتر باش، درست است؟ ما زود پس میاییم. لطفا نرید پدر. هی! تو کی هستی؟ از این دختر چی میخواستی؟ چرا او را تعقیب میکردی؟ من چیز را نمیفهمم. گپ بزن، گپ بزن. بیادر من یک نفر دیگه وظیفه دادم. کی برات گفته؟ کی؟ پدر جان لطفا نرید. درست است دخترم، درست است دخترم، درست است. دختر دیهاتی نمیفهمم که دنیز از تو چی دیده، اما بعد از چی تو فقط گذشته عشقت بودی. بعد از این همیش سنمو فقط سنم می باشه. تو چطور این کارا کردی دنیز؟ الیف تو هیچ وجدان نداری؟ از من خود نمیشرمی؟ از خداوندم نترسیدی؟ باز به دروغ قسمم خوردی. آفرین. الیف درست گپ بزن. ما هنوز به تو چیز نگفتیم. تو مرا فریب دادی، برام دروغ گفتی. تو هیچ برم دروغ نگفتی؟ اون روزه که به شفاخانه آمدم هیچ خبر نشده بودم که من طفل دارم. به خاطر که تو با سنم بودی دنیز، تو مرا ترک کرده بودی. ما به خاطر بچیم دروغ گفتیم، اما تو فقط به خاطر حرص دروغ گفتی. حال بگو که کدام ما گناهکار هستیم؟ بگو. بار دیگه برام زنگ نزنی. دنیز بیبی تو اشتباه میکنی بچیم. جدا کردن یک طفل خرد از مادرش کار خوب نیست. تشویش نکنین، من هم مادر و هم پدرش میباشم. باز او مرا دروغگو میگه، فقط که خودش هیچ دروغ نگفته. خانم این به شماست. درست است، تو رفته میتونی دخترم. بچیم ای به تو آمده. اینا چی هستن؟ این الیف نیست؟ یا ما آدم است. این نفر کی است همراهش؟ نمیفهمم. بیبی چقدر به هم نزدیک هستن. اون نفر دست الیف گرفته. توبه توبه. توبه ببینم. اون آمده که کجاست؟ یک یادداشتم نوشته کردم. چی است بته برم؟ بانش بچیم تو نخوانش. مادر گفتم بته. بچیم مادر گفتم بته. دنیز مادر اینجا چی نوشته است؟ مادری چی گفته؟ چت یاد گفته دیگه بچیم.
واضح است که کسی میخواهد تو را عصبانی بسازه. پس این عکس هم دروغ است مادر. درست است. من میرم امرای ایلیف گپ میزنم. حتما کدام جواب خود داشت. من خودم امراش گپ میزنم. امیدوار هستم کدام جواب منطقی داشته باشه. دنیس صبر کو. دنیس آرام باش. چیزی نیست بچه. ایلیف قسم کار کده نمیتونه. او آدم پشت ایلیفه گرفته. اگه کدام اشتباهی کده باشن اردویشان از بین میبرم. قسم میخورم اردویشان از بین میبرم. بیچاره. انشالله که تو هم مثل مادر جانت خواد شدی. حالا دامله جان پایین شو. دختر مال تو رو اینجا میمانم. من باید یک بار پیش خاله ایلیفت برم. درست است؟ حالا تو نرین، من زیاد میترسم. اما با او باید یک خبر مهمه بگویم. و تو خوبی او رو میخویم تو نیست؟ آفرین دخترم. حالا بیا که بریم. خوش آمدین خانم ژاله. آقا قدرت کجاست؟ مهمان دارن در اتاق کار خود هستن. گفتن کسی مزاحمت نکنن. نفهمیدم این مهمان اسرارآمیز دیگه کی است؟ تا به امروز تمام کارایت بسیار با خوبی انجام دادی. میفهمی؟ تشکر میکنم آقا، از برکت شما. حال نوبت بزرگترین کاری که سر و صدا را برپا خواهد کرد رسیده. او چی است آقا؟ تو زندانی میشی. منظورتان از زندان چی است؟ یادم دیگه کی است؟ درست است، تشویش نکن. فقط برای یک چند ماه و ها در اونجا هر قسم امکانات برات فراهم میشه. هر وقتی که خواسته باشی بیرون شده میتونی. فقط همین کافی است که مردم فکر کنن که تو زندانی است. جنرال صاحب، من میتونم در اونجا کتاب بخوانم؟ وقت نداری که اونجا کتاب بخوانی. از اونجا من ایس فضای کاری استفاده خواهد کردی. ملاقات های مهمی داشته باشی. تو را از نگاه مادی و معنوی کمک میکنن. از نگاه مادی باید قوی باشی، چون وقتی که بیرون شوی باید هم از نگاه مادی و معنوی قوی باشی تا یک چهره مشهور سیاسی کشور شده بتونی. میفهمی؟ پس ما در قدر وقت طولانی در اونجا چی خود کردم میشه برام بگوین آقا؟ آها البته یک شخص میباشه که 24 ساعت امنیت تو را میگیره، مثل محافظ امراید میباشه. یعنی و تاقید میباشه. وقت اما چیز آماده شد ما برات خبر میتیم. تام از امیال لوازمت آماده که فهمیدین؟ درست است جنرال صاحب، منتظر خبرتان هستم. انشالله. تشویش نکن، شاید پشک باشه. خانم محترم چند بار گفتم این قسم داخل شدن نمیتونین لطفا. درست است.
پس اونا را اینجا بخواین که بیاین، من منتظر هستم. ببینید شما با ما مشکل خلق میکنین. بیا از قماندان دینیز اینجا نیستن. تا که همراهش گپ نزنم هیچ جایی نمیرم. بچه من در داخل است، من هیچ جایی نمیرم. برش زنگ بزنین، زنگ بزنین و بگوین که اینجا بیایه. برش بگوین که هیچ جایی نمیرم. آی اوف، چاپ شو دیگه، چاپ شو. از دست تو بیخی سردرد شدم، نمیفهمم تو چی بلاستی. بله کی؟ گفتی ایلیف آمده؟ درست است تلفونه برش بده که گپ بزنه. درست است خانم. خانم میخواین امرایتان گپ بزنن. ها دنیز، بالاخره راهی درست پیدا کنی. خوش شدم. راحت باش، فقط یک چند دقیقه اونجا منتظر آمدن ما باش. به نظرت ایلیف است؟ اتبت؟ ایلیف اینجاست. در خانه نیست. چی شده؟ کدام گپ شده؟ باید امرای او گپ بزنم. او شخص که ایلیف تعقیب میکرده پیدا کردم، امروش گپ زدم. او با گفته یک نفر این کارا میکرد. کی قسم کار کرده میتونه؟ شوهرش میتونه. شاید به خاطر گرفتن طفل خواسته او را بترسانه. ما فکر نمیکنم دنیز صحیحت پس شده بتونه. ما برات نگفته بودم دیگه پیش ایلیف نبینومت؟ بچه چی میتونه؟ جنگ نکو. بس کنه دیگه تو ضرر نرسانین لطفاً. الهیش بده جنگ نکنین لطفاً. نگفته بودم. بس است دیگه. شما از حد میگذارین، جنگ نکنین دیگه تو را پیش ایلیف نبینم از بین میبرمت. فهمیده شد گپ ما فهمیدی یا نه؟ جنگ نکنین، بس است دیگه. الهی کو مادر پس شو. بس کنین دیگه. از اینجا برین گم شوین. جنگ نکو بچیم، آرام باش. او دختر آرام باش. تو هنوزم گپ میزنی بی وجدان. برو گم شو. بس است دیگه، بس است. انگوشکا خودت خوب کل چیز دیدی، دیگه هیچ چاری نداری. طفل از پیشت میگیره. برش بگو که طفل از تونست کل چیز حل میشه، بسیار آسان است. ها اگه قبول کنی باز تو را پنهانی داخل میبرم. طفلت بگی و فرار کن. ها بچه ما برم میدی. باز تو چی میکنی؟ به دنیز میگی که تو را فریب دادی جانم؟ گفتن نمیتونم، من گفتن نمیتونم. خواهش میکنم مرا مجبور نساز. درست است، پس ایره بگی؟ بعد از مرگ بچه دیر استشمام کن. اگه امشب نکشتمش نامم سنم نخواد باشد. صبر کن این قسم یک کارا نکو. ازت خواهش میکنم بچه من از بین دست میلا کن. بس از دیگه دور شو. تفاهمم خلاص تا اینجا بود. تحمل کردن نمیتونم دیگه. هر چیزی که میخوایی انجام میدم، هر چیزی که میخوایی برش میگم. لطفاً با بچه‌ام ضرر نرسان. هر چیزی که بخوایی همه قسم میشه. حال درست شد. آفرین، حالو شور شدی. خب وقتی که تفاهم کردی باز تو را پات پنهان داخل میبرم. طفلت گرفته فرار کو. درست است؟ خودت خودی نه هر روز همی آدم پشتش میگرده. بچیم بس کو دیگه، مثل اطفال رویه نکو. شما از هم جدا شدین به تو مربوط نمیشه. تو امرای سنم عروسی کردی. هیچ کس نمیتونه با حیثیت ما بازی کنه. او مادر طفلم است. این قسم با هر کس ملاقات نمیتونه. هر کس باید حد خدا بشناسه.
بچه قندم، یک دانه، بچه مقبولم. جانم چی شده؟ پشت مادرت دق شدی؟ بچه قندم، یک دانه مادر. آی جانم. من خو نخواستم که از بین ببرمش. باید زنده میمونده، اما تو نیست. از وقتی که اینجا آمده هیچ چیز نخورده. برای شیربتی باز ببرش. ابراهیمم، بچه قندم، جانم. برای تو وعده میتونم که دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشه. وعده میتونم. بله؟ دینیس ایلیف به خانه آمده، میخوای طفله گرفت از اینجا فرار کنه. بگو که چی کنم؟ خواهش میکنم زود بیا. این کارم خلاص شد. کارت خلاص شد؟ بسیار خوب. گوش کن، چیزی که گفتم او رو خواه قبول کردی نی؟ اما اگه گفته نمیتونی برش، باز ناغ بچه را از اینجا نبر، چون که باز به ناغ تو را گناهکار فکر خواد کرد. خداوند از همه چیز آگاه است. میفهمم که به خاطر بچه‌م این شرط قبول کردم. بله، از قرارگاه یک دختر چادر پشت بیرون میشه. امرش یک طفلام است. برای چه اجازه ندین که بیرون شه؟ و امر جنرال است. هوش کنین. دنیس چی میکنی؟ کمی آیسته برو، ما را از بین میبری. او فکر میکنه بچه مرا میبره پیش او، دوست احمقش نگهداری میکنه. اما من حسابی کارش ازش میپرسم. او باید منتظر باشه. خانم محترم، شما از اینجا بیرون شدن نمیتونین. شما از من چی میخواین؟ لطفاً برام اجازه بدید. این بچه من است. بس از دیگه. ما بچه ما گرفته از اینجا میرم. خانم ما را در جنجال نندازه. این قسم بیرون شدن نمیتونین. بس از دیگه. اجازه بدین. پس شوید. دینی. ایلیف اینجا بیا. ایلیف صبر کن. ایلیف گفتم اینجا بیا. صبر کن ایلیف. ایلاش کو. آرام باش بته بچه من. آرام باش بته بچه من. ایلاش کو. دینیز بچه من برم بته. دنیز آرام باش. اول کمه با هم گپ بزنید. بچه من ایلاش کو. ابراهیم از اینجا ببر. خواهش میکنم بچه من از پیشم نبره. ابراهیم فراموش کن. او دیگه از ما فهمیدی؟ تو مرا فریب دادی. برام دروغ گفتی بچه تا برات پس میتام. تو اول جواب او عکس‌ها رو برم بته. خدا مدسها تو چی میگی؟ بچه من برم بته. با چشمای خود دیدم. ابراهیم گرفتن نمیتونی. او هیچ وقت به تو مادر نخواد گفت. فهمیدی هیچ وقتی برات نمیگه. حالا از اینجا برو کم شو. برو. او بچه تو نیست. ابراهیم بچه تو نیست. حالا فهمیدی ابراهیم بچه تو نیست. مورا دیگه راحت باش.
دیگه از پشت ما نیا. بچه ببره دروغ بگی. الیف چی شده؟ چرا گپ نمیزنی؟ اونا همراه چی کردن؟ تبت آمده بود، گفت به اون نفر کسی وظیفه داده بود. الیف جانم بیبی، ما دوستای خوب تو هستیم، از دوست کردن نزدیکتر هستیم، مثل خواهرایت هستیم. حالا بیا که بریم حسابی کارا میپرسیم. من از هیچ کسی حساب چیزی را پرسیده نمیتونم. خلاص شد دیگه، همه چیز خلاص شد. بزرگترین بازی زندگی من انجام دادم، بزرگترین گناه را انجام دادم. دیگه هیچ روی ندارم که طرف کسی سیل کنم. مرا ببخشید. تو بچه ما هستی. من مطمئن هستم تو بچه ما هستی. خدایا من دیوانه خواد شدم. دیوانه میشم. کاش گپ راست نباشه، کاش دروغ باشه. ابراهیم، من پدر تو هستم. دنیز بیا که با هم گپ بزنیم. چیزی نیست که باید گپ بزنیم پدر. کجا میری؟ ای باشه که پدرش معلوم نیست، دو آغوش گرفتی قسم رویه میکنی که هیچ چیزی نشده. بیا که با هم گپ بزنیم. پدر درست گپ بزن. چه قسم امروز گپ بزنم؟ سنجر خواهش میکنم کم آرام باش. چنایی؟ با من نگو که آرام باش. ما دیوانه شدیم، شما هم دیوانه خود شدیم. چی شده؟ دنیز تو کجا میری؟ الیف هیچ وقت فریب کار نبوده. من کاملا باور دارم باید آزمایش دی ان ای انجام بدیم. دیگر قسم آرام نمیشم. پس شوین. دنیز آزمایش میده. من یک کمه کار دارم، باید بیرون برم، درست است؟ قدرت جان، بهار خوش داری یا زمستانه؟ اردیش فرق نمیکنه. ما بیشتر زمستانه خوش دارم. تو کدامش خوش داری؟ من تابستانه خوش دارم. قدرت جان، این لباس چطور است؟ درست به خاطر عروسی تابستانی ساخته شده. ژالا هیچ حوصله ندارم. آها، اگه حوصله پیدا کنی خوب میشه، چون که در این تابستان عروسی میکنیم و ها در بهارم باید طلاق بگیری. تو چطور گفتم میری چطور؟ عروسی میکنیم قدرت. تو میری به من یک انگشتر میخری، باز بعد از او برام پیشنهاد عروسی میدی و بعد از او هم با هم عروسی میکنیم. خوب است، اما ما تمام کارا را چرا انجام بدم؟ به خاطری که من هم این قسم میخوایم. به خاطری که دیشب بعد چیزها را شنیدم و فقط وقت چوب بوده میتونم که تو شوهرم باشی. میفهمی؟ در محکمه اظهارات خانم مهم شمرده نمیشه. او بنیاد، سرکشی، حسابای پنهان بانکی، کارهای کوچک دولتی، اما کلش پنهانی ها. آی آزمایشش دیگه از کجا شد؟ من دیوانه خود شدم. آی تاکسی چرا اینقدر درگت زود بیای دیگه؟ تو مرا فریب دادی، از دست تو همه چیز من از دست دادم. بچه‌م کجاست؟ برام بگو. من دیگه چی بفهمم؟ یک بار میگه باور میکنم، باز میگه باور نمیکنم. بچه تا برد که آزمایش دینیش انجام بده. اگر ثابت شوه
باز تمام زندگیت بچه دیدن نمیتونی. از خاطر مجبور هستی که با این بازی ادامه بدی. دیگه هیچ چاری نداری. تقسیمیه یک جا بچه خانه میریم، درست است؟ حالا آستین دانا بسته کده میتونین. شفا باشه آقا دینیز. تشکر میکنم. نتیجه آزمایش چی وقت معلوم میشه؟ هفته آینده معلوم خود شد. درست است، تشکر. پیش از محکمه میرسنی؟ میرسه بخیر. نه خیر، من دیگه تحمل نمیتونم. بیازا خلاص شد دیگه، حقیقت خود فهمید. من این بازی را ادامه دادن نمیتونم. دیگه نمیتونم این گناه را انجام بدم. تو کجا میری؟ اگه بری همه چیز از بین میره. باز دیگه هیچ وقت امروی تفاهم نمیکنم. بچه تا از بین میبرم و دور مندازمش. حتی قبرم نخواد داشت، فهمیدی؟ این کارا کده نمیتونم. اگه میخوای مرا مجبور نساز، به خاطر که خودت ضرر میکنی. نمیفهمم تو دیگه از من چی میخوایی؟ خلاص شد دیگه. نه خیر، خلاص نشده. ببین من پیش دروازه میباشم، تو داخل برو تو پاره تغییر بدی. چی؟ تو باید ثابت کنی که او طفل از دینیز نیست. اگه دینیز هیچ وقت پشتی بچه را رها نمیکنه. حالا دیگه اصلا وقت نداریم، زود شو دیگه. گفتم برو. خدایا، من میفهمم که نباید فریب این خانم بخورم، اما به خاطر بدست آوردن بچه‌ام دیگه چاره ای ندارم. حالا دیگه حالا دیگه زود باش. ای احمق، چی شد؟ چی خواد کدم؟ حالا چی کنم؟ چشم خانم تو بسته؟ کمکم کن که اینجا بشینم. درسته، شما بیشتیم رو برطرف میارم. من حامل هستم. بعض اوقات همین قسم میشم. خواهش میکنم برای ما بیارین، زود کنین. درسته، شما بیشتین ما آب میارم. نه خیر. چی کردی؟ تبدیلش کردی؟ نه خیر، نتونستم. منظورت چی است که نتونستم؟ چقدر تمثیل کردم به خاطر تو. ای خدا جزایت بده. زن احمق، یک کارم که نتونستی، بس که دیگه. صبر کو سنم، صبر کو، این کار نکو و این کار کده نمیتونم. دستتا پس کو، درباره طفلت فکر کو. از خدا کمه بتر سنم، چرا نمیفهمی؟ نوشتای دو توی به تغییر میتم دیگه کل چیز حل میشه. صبر کو، این کار نکو. سنم صبر کو، دختر ایلاکو. لطفا اینا را به من بده سنم. شما اینجا چی میکنین؟ خیرت است؟
شما میخواین کدام چیزه بگوین؟ شما چی میگن سارانوال صاحب؟ شما چی نظر دارین؟ تصمیم گرفته شد. بعد از شنیدن گپ‌های هر دو طرف و بعد از ارزیابی آزمایش دینی دیده شد که خون ابراهیم آیدن و دین زایدن 99.9% با هم مشابه نیستند و با نظر داشت این حالت دعوایی که آقا دین زایدن باز کرده بود از سوی محکمه رد شد و محکمه در همینجا به پایان رسید. یک دیوانگی. تو چطور میتونی قسم یک کار کنی؟ الیف زود چو بگو اینا چی میگن؟ چه باشن لطفاً. محکمه مناسب میدانه که طفل پیش مادرش یعنی پیش الیف گورال باشه. به شرف، به غیرت. تو چطور میتونی قسم یک کار کنی؟ چطور میتونی تو یک کار کنی؟ دورم بگو. مانه شوی نگنی از بین میبریش. بس است دیگه دینیز، آرام باش. پس شوین پدر. الهی کنه. بس است به عزتی. نمیخوایم دیگه به آبرو شوم. بس است دیگه. تو چقدر یک انسان پست هستی. بچه ما بچی حالت رسوندی. افسوس به حالت احمق. بس به حیثیت چطور این کار تانستی؟ چطور؟ درست است بچه‌م تحمل کن. حالا دیگه بشی. بعد دیگه هیچ وقت به من زنگ نزنی دخترم. آفرین به تو. بالاخره بچه تا به دست آوردی اما تو نیست؟ الیف بگو که ای گپ دروغ است کارا نکردیم. چیزی نپرسین خواهش میکنم. میخوایم بارم. بانش فلیس هیچ چیز نپرس. من فهمیدم که او بازی بزرگ و گناه بزرگ که میگفت چی بود. برو منتظر ما نباش، لازم نیست دیگه به اوجا نمیاییم. بریم. الیف مرا نجات بده، خواهش میکنم مرا ببر. بالاخره کسی را که دوست داشتم به دست آوردم. دینیز لطفا چابان.
تصمیم گرفته شد. بعد از شنیدن گپ‌های هر دو طرف و بعد از ارزیابی آزمایش دینی دیده شد که خون ابراهیم معیدین و دینی زایده 99.9% با هم مشابه نیستند و با نظر داشت این حالت دعوایی که آقا دینی زایدین باز کرده بود از سوی محکمه رد شد. بچه قنده به خاطر تو از همه چیز منصرف شدم. بچه دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. طفل ما پیش ما آمد مادر. اما تمام دوستای ما از پیش ما رفتن. حالا دیگه تنهاستیم، کاملا تنها. سهیلا، سهیلا، فلیس، ما از بخش خدمات اجتماعی آمدیم. روز قبل اینجا را ارزیابی کرده بودن. متاسفانه گزارش منفی است. منظورتان چی است؟ در این شرایط طفل زندگی کرده نمیتونم. ما آمدیم ببریمش. خدایا مرا ببخش. صبر کنه، لطفاً اجازه بدید ما وظیفه خود انجام میدیم. خانم محترم لطفاً. بچه ما برم بدین. بچه ما کجا میبرین؟ الش کنین. بچه ما کجا میبرین؟ لطفاً بچه ما برم بدین. بچه ما کجا میبرین؟ دروازه رو باز کنین. لطفاً بچه ما برم بدین. او را کجا میبرین؟ لطفاً بچه ما برم بدین. بچه 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 قنده. بچه من کجا میبره؟ بچه ببرم بده. بچه بچه ابراهیمه. بچه بچه ببرم بده. بچه دنیز الیف، تو چطور باور کردی دنیز؟ دروغ بود؟ البته که دروغ است. بازم باور کردی؟ ای دختر برای دروغ میگه. الیف تو را فریب داد.
من صاحب یک طفل میشم. حساب این کارتا خود دادی. دنیس لطفا بگه پایینا باور نکن. او بازم دروغ میگه. این طفل از بس. او تو را فریب داد. او طفل به دنیا نمیه. با او باور نداشته باش. او بازم دروغ طفل میگه. از بس. او طفل به دنیا نخواهد سر او اعتماد نکن. او تو را فریب داد. باساس! دنیس تو خوب هستی بچیم؟ درست است بچم، آرام باش، خلاص شد، آرام باش. شنایی میشه پیشانش پاک کنی؟ درست است. درست است. خدا یک عمر دوباره برات داد. یک دختر ارزشی کار رو داشت، بچیم ارزش رو داشت. بس است مادر، بس است. ده اصل تو باید بس کنی. گپ ما فهمیدی؟ تمام شب کابوس میبینی، دیوانگی میکنی. تو خوب نیستی. به خاطرت یک دکتر روانی را میخوایم. با این وضعیت نمیتونی زندگی کنی. کاش که زنده نمیماندم، کاش که از بین میرفتم، غرق میشدم و میمردم. تو چی میگی بچیم؟ دنیس چی میکنی؟ کجا میری دنیس؟ سنجر ما چی خواد کردیم؟ من میترسم که این بچه کدام کاره نکنه. درست است شنایی، درست است جانم. من کسی را میشناسم که میتونه از این مراقبت کنه. حتما این کارا میکنم. تو آرام باش. صبر کنین. یک دقیقه. شما حاله از مدیریت عمومی محافظت اطفال به اینجا آمدین؟ طفل از اینجا گرفته به یک جای دیگه انتقال میدین یا مراقش است؟ در جریان کار هوش کنن که اشتباه نکنین. امی که طفل گرفتین زود برایین، چرا که ایلف هم اینجا میاد تا که طفل خود ببینه. قبل از اینکه او بیایه باید کار تمام کنیم. سنم تو چرا در هر کار مرا داخل میکنی؟ اوف. آی دختر، تو دوست من نیستی؟ این دوستی به کدام روز به دست میخوره؟ پس من چی؟ من پول خود گرفتم. آی بس از دیگه، شما هم چقدر سوال میپرسین. برین کارتو نکنین، حالا زود باشین. زود این طرف. اینجا. میجا. بفرمایین. ما از مدیریت محافظت اطفال آمدیم. داخل بیاین. بله؟ قسمی که گپ زده بودیم تو میتونی که شام طفله بگیری، یعنی میتونی که حرکتت شروع کنی. دیگه من نمیفهمم که طرف شمال میری یا طرف جنوب. ابراهیم کوچک از اینجا میره و پس نمیه و دگام هرگز بر نمیگرده ها. اما با ما در مورد انتقال سند رسمی نامده. خب معلوم است دیگه که کار دولت به کندی پیش میره. ایره خو همه ما میفهمیم. به نظرم نامه هنوز به شما نرسیده. آی خدا لعنتت کنه، مصیبت خدا آمد. قبل از آمدنی باید کار خلاص میکردن. خدایا چند روز میشه که طفل من ندیدیم. لطفا خودت برام کمک کن که امروز ببینم. خوب است که احمق داخل نمیمانن. اگر ما کدام کار کردن نمیتونستیم. تا زمانی که با ما خبر نیایه امکان نداره که این کار کنم. چطور امکان نداره آقا؟ شما قسم امروز ما رفتار میکنیم فقط در اینجا لباس نظامی را پوشیده باشیم طفل اختطاف کنیم. این بسیار کار بد است. بیا. یه احمقان به خود نفر گرفته تانسته؟ آی خدا لعنتت کنه، نفرهای مامده داخل از او. باید برشون خبر بدم. جوابتی
اگه یک نفر هوشیار همراهی می بود باز دنیا را تکان می دادم. جوابت دختر، جوابت. با خاطر قسم رفتار معذرت میخوایم، اما چی کنم یعنی؟ اتاقت فلامم اینجاست دوستا. ما با خاطر تاییدی باید با انقره تلفن کنم، یک چند دقیقه منتظر باشین. خدا جزایش بده. بگو حالا چی کنیم؟ چی؟ ایلی؟ درست است مام ابراهیم. بریم از این طرف. آه خواهر جان، تو که نبودی تفلکت بسیار گریه میکرد. در این وقت کسی تفله از مادرش جدا میکنه. تفلک بیبی خواهر جان، تفلکت در اینجاست، اما زود باید برایی. اگر گیر ما کنن من از کار بیرون میکنن. ابراهیم. اوه بچه قنده. شما اینجا چی میکنین؟ بگوین. با شما نگفتن که کسی را اجازه نتی؟ تو نمیتونی طفل بیرون ببری. شما از کدام اجازه گپ میزنین؟ این طفلم است، من مادرش هستم. طفل بگیرین. این دختر هیچ گپ نمیفهمه. وقت ما را ضایع نکنین. بس از دیگه لطفا. اینجا به نام قانون چیز وجود داره. به هیچ کس اجازه نمیتونم که طفل ما بگیره. شما نمیتونین بالای ما ظلم کنین. بس است دیگه. کدام قانون؟ این طفل تو نیست. حالا دیگه طفل از دولت است. از دولت. بیاز وضعیتت خوب نیست. پدرش کی است؟ کجاست؟ چی میکنه؟ ما تا جایی که میتونم کوشش میکنم، اما تو با این مفکوره نمیتونی این طفل ببینی. اینا بیرون کنین. بچه خدایا من مرتکب یک گناه شدم، دروغ گفتم. حالم جزایشم میبینم، اما چی کردم میتونم؟ خدایا من بدون بچه‌ام چی کنم؟ خدایا مرا از بین بردی سنم. حساب این کارت هم میتون برم. بازم رایت گپ میزنم. بفرمایید جنرال صاحب. قماندان، امیال باید به قرارگاه بیایی. اما جنرال صاحب گزارشم چطور میشه؟ تمام شد. راپور، اجازه، هیچ چیز نیست دیگه. امیال باید سر وظیفه بیایی قماندان. خوب نیست که در روز اول وظیفه جزا ببینی. اطاعت میشه جنرال صاحب. از شما تشکر میکنم جنرال صاحب. با یک کارتان شما جان بچه من نجات دادین. امروز روز خوش شانسیت هست، اما هم باید گپ خود زدم.
دوران حاملگیم چقدر سخت بوده. کل چیز سرم بد میخوره. یعنی هم یک چیز بد است و هم یک چیز خوب. سنم تو گفته بودی که بچه تا میگیری. با گپت باور کردم از خاطر تو به این وضعیت رسیدم. تو چی گفتم میری؟ چتیات نگو کلگی ما را سیل داره. بچه‌م رفت. بچه‌م ازم گرفتن. مرا با بچه تو چی دختر؟ از خاطر تو حال بچه‌م پیشم نیست. من به همگی این کارت میگم. به همگی میگم. تو یک دقیقه طرف بیا. حالا کلگی خواد شدید. بشنود. به خاطر تو از عاطفه مادریم گذشتم. به دروغای تو باور کردم. او الیف نیست؟ این دختر احمق باز از او چی میخواه؟ فلیس این گپ مربوط ما نمیشه. طفل ما از پدرش دور ساخت. بسیار هوشیار هستی، نه باید باور نمیکردی. درست است. پس من پیش دنیز میرم. همه چیزا برش میگم. ماینه دی ان ای را انجام میدم. تو لودگی کده نمیتونی فهمیدی؟ بار به گپ تو باور کرده لودگی کردم. اگه با دنیزم بگوی چی خواهد شد؟ دوباره طفل به او خواهد دادن؟ خوب است. او پدرش است. حداقل ما از این روزا نجات پیدا میکنم. دنیز هرگز سرت اعتماد نخواد کرد، اما اگه همراه ما توافق کنی باز میتونی که بچه تا به دست بیاری. این قسم است. چی رقم؟ دختر جان، من دختر کدام آدم عادی نیستم، فهمیدی؟ در هر جای آدم های مهمم مشناسم. این موضوع را حل میکنم. تو هم طفلت خواد گرفتی. بس است دیگه، بس است. من این بازی کثیف تو را به همگی میگم. اینجا چی گپ است؟ پدرم یک کتاب جدید نوشته کرده. امروز افتتاحش است. تو میخوای بیایی؟ وقت ندارم. او ربان در جلسه چی کار داشتم میتونه؟ زندگی شخصی هیچ کس مربوط ما نمیشه سهیلا. اما کافیست که به دعوای ما خدمت کنه. ایره فراموش نکن. اگر لازم شبه به خاطر فایده همراه دشمن جانیتم باید به توافق برسی. اینجا چی گپ است؟ دوباره آزمایش انجام میده. این طفل باید اختطاف کنی میشه. اگر از اول شما این کار میکردین باز امروز سر ما یک حالت نمی آمد. باید یک نقشه دیگه بکشیم. تصمیم گرفتیم با تو وظیفه جدید بدیم، اما میخوایم بفهمم که میتونی این فداکاری را انجام بدی یا نه. هر چیزی که شما بخواین انجام میتم آقا. مثلا میتونی از کسایی که دوستشان داری منصرف شوی؟ ایره تحمل کده میتونی؟ اونا همراه ما یک جا به ایرا برآمدن. ما همگی ما آماده هستیم. خب میتونی که از آزادیت، از خانوادیت، از هر چیزی که مربوط تو میشه منصرف شوی؟ آقا تا آخر همراهتون هستم. خوب است. ملاقات به پایان رسید محترم. پس میتونیم که دکمه را فشار بدیم. حتی فشارم داده شد، اما جای خوبه برش انتخاب کن. این تو یک جایی که دخترای مورد نظرم اونجا باشن. تا حال تمثیل قربانی ها را میکدی، اما هیچ چیز جای قربانی های اصلی را گرفتن نمیتونه، فهمیدی؟ مثل یک پدر غمگین. کی میتونه که به اندازه او قابل باور باشه؟ بشی قماندان. اطاعت میشه جنرال صاحب. این طوفان تنها تو را به زمین نزده. سر انسانای با حیا و با ایجاب مثل دزدا به خانهایشان داخل شدن. وحشیانه بالای اونا حمله کردن. در این رقم یک وضعیت اونا نمازای خود در زیر زینه ها می خوندن. به تماشا گذاشته شدن، بیرون انداخته شدن، عذاب دیدن. خلاصه ای که دوباره زنده شدن. اما فعلا او انسان ها به طور یک شخص ضرورت دارن، به طور یک انسان فداکار.
ما تا امروز به خود خیر نرساندیم جنرال صاحب. با دیگرها چطور خیر برسانم؟ گاهی وقت انسان فکر میکنه که به دیگرها خوبی کده، اما در حقیقت او به خود خوبی کده. در این مجادله که به خاطر قربانی ها انجام میتی و تو قوت ایمان میبخشه. به خاطر زندگی دادن به دیگرها مجبور هستی که خودت زنده باشی. وظیفه ما چی است جنرال صاحب؟ میشه بفهمم؟ وظیفت قدرت کارای است. تو دوباره به استخبارات برمیگردی. به خاطر بربادی کشور یک بازی جدید انجام میتن. کسی که بازیشان از بین میبره ما هستیم. میخوای ایره کجا جابجا کنی؟ تو متوجه کار خود باش، او کار ماست. درست است خانم وکیل، درست است. ما هم یاله میاییم. ایلیف از این خبر بسیار خوشحال شد. درست است، با امید دیدار. تشکر. ایلیف کجاست؟ ایلیف کجا بودی؟ فراموش کردی باید پیش وکیل بریم؟ معذرت میخوایم، تو را منتظر ماندم. حالا دیگه به وکیل ضرورت نیست، من منصرف شدم. از ابراهیم منصرف شدی؟ نه خیر، او گپ نیست جانم. هرگز نمیتونم از او دور باشم، اما مجبور شدم. پس کوشش کنید او را دوباره بگیرید. اما کاش بتانم ای کار کنم. ایلیف تو متوجه هستی که چی میکنی؟ حال کسی منصرف میشه؟ ما دیگه خسته شدیم. در مقابل دینیز استاد میشم و همه چیزا برش میگم. اگه ما برات بگویم که یک امید است باز چی؟ چند دقیقه پیش وکیل زنگ زده بود. او گفت که یک راه است، میتونیم طفل بگیریم. او امیال منتظر ماست. خسته شدیم از دست ایلیف و بیعقل بسیار خسته شدیم. هر دقیقه یک پلان نو، هر دقیقه یک برنامه نو. خوب است که من یک انسان هوشیار هستم. تو برام بگو دیگه من چقدر از هوشیاریم استفاده کنم. ما واقعا از دست ایلیف بسیار خسته شدیم. هر دویشان بامرن که من نجات پیدا کنم. قسم نگو سنم، با طفل خورد هیچ وقت نگو بمره. راست میگی، حق با تو است. حتی مرگ اینان با من مشکل ساز است. به گپم باور کو. بازم DNA انجام خواه دادن. DNA یک کار خوب باید کنیم. اینا را تقسیم کن سهیلا. از شما خوب بودم انتظار خیر نداریم، اما کتاب رایگان تقسیم میشه. شاید که بیایین. احمق. ای چی است؟ به هر صورت ایربان باید هر چیز زودتر یگان کار کنیم. ما دیگه میرم. خانواده که طفل فرزندی میگیرن باید یک بار اونا رو ببینم. خوب است، من میخوایم یک چیز بگویم. اگه فامیلش پیدا شود حتما و قمان فکر کردیم جانم. خانواده که طفل به فرزندی میگیرن به امریکا میرن. به حالت ایلیف یک بار فکر کن. به پالا تا که بچه خود پیدا کنه. خب دیگه شروع کنیم آقا دنیز. باز اینا چی را بند کردن؟ این
اینجا رو ببینین دختران. نظر به تصمیم هیئت مدیره سر از تاریخ 14/6/98 هر نوع عبادت در دانشگاه و صنف‌های درسی کاملا منع قرار داده شده است. هر محصلی که در جریان اوقات درسی این قسم کارهای ارتجاعی را انجام بتن و دیده شوند تمام ارتباطشان با دانشگاه قطع خواهد شد. حتی در تشنابان به خاطر در نظر گرفتن صحت و سلامت تمام محصلان نمیتونن که وضو بگیرن. رئیس پانتون مرکزی استانبول ژاله کسکین. شما میبینین دیگه اجازه نداریم که در دانشگاه وضو بگیریم و نماز بخونیم. اونا کاملا از حدشان میگذرن. شاید در نزدیکی یگان جای پیدا شود به خاطر نماز. اونام به ازو همیره میخواین که در مقابل چشماشان نیاییم. مهمی است که کار در مقابلشان انجام بده. دختر و آل باید کج بشینیم و راست گپ بزنیم. هدف ما عبادت خداست یا که نمیفهمم به بهانه قبول نکردن ظلم امرای اونا جارو بس کردن است. بگون کدامش؟ هدف ما معلوم دار است اما ما هدف تو رو نفهمیدم. در کار مردم خرس نگی. ما از هم نمیپاشیم دوستا. اونا مانع کارای ما خود شدن اما ما به ضدشون این کارا میکنیم. ما منصرف نمیشیم. فلیز تو امسایلا دخترای بسیار باهوش هستین. شما نمیفهمین که ایلینا چی کارا میکنه؟ نمیفهمین که یه پاره چه قسم برتان بگویم. گپای بیهوده میگه. شما لطفاً کمی متوجهتان باشین. اما خب میفهمم ماما. سهیلا هیچ نمیفهمم. اونا با عقل سهیلا بازی میکنن. اما به خاطر همیم رایشان هستم خواهر. خب دوستا اینا دانشگاه را به خیمه تبدیل کردن. با وجودی که ما تصمیم گرفتیم که اینجا جای درس است اما هنوزم در مورد نماز خواندنشان برام خبر میرسه. به هیچ کس رحم نمی کنین. هر کس که وضو میگرفت تا نماز بخونه او وقت شما بیاین و گزارشش را فقط به ما بدین. پانتون ما در این مورد بسیار زیاد جدی است. این کار یک جایزه هم داره. کسی که گزارش بده 1 ماه ماش برش داده میشه. خواهش میکنم بگوین چطور میتونم بچه‌مه بگیرم؟ در اصل بسیار آسان است. تنها چیزی که شما باید داشته باشین یک خانه، یک فضای مناسب. چون به خاطر طفل این چیزها لازم میباشه خانم. اما یکی از اینا را ندارم. پس به این صورت تنها راه نجاتتان عروسی کردن است. عروسی چی؟ شما چی میگین؟ هدفم از عروسی ازدواج توافقی است. اگر کدام کس را میشناسین میتونین کمرایش عروسی کنین. شما مرا چی فکر کردین؟ الیف خانم وکیل غلط درک کردی. خانم محترم شما مجبور نیستین که در یک خانه زندگی کنین. این حتی یک دوست شما بوده میتونه. کافی است که یک خانه بگیره و از طفل مراقبت کنه. با دیگه شکل نمیتونین این کار انجام بدین خانم الیف. ببینین من فقط به خاطر یک نفر اون لباس عروسی را پوشیدم. با همون نفر زندگی را آغاز کردم و با همون نفر ختمام میکنم. هرگز به خاطر کس دیگه اون لباس نمی پوشم. نه بس است دیگه. بس است. درست است. من دیگه میرم همه چیزا میگم برش. بس است دیگه. من رفتم. باش که گپ بزنیم الیف. تو به خدایا بسیار ضدی هستی. پدر جان بانیم که برم تا بتاره تفلک خودم پس بگیرم. دخترم میشه کمی آرام باشی؟ چطور هستین؟ ما خوب هستیم. بگوین طفل کجاست؟ شما گفتین رو میارین؟ شاید بفهمین شوهر او زن فوت کرده. او خواست که یک چند روز دیگه همراه طفل خود باشه. لیک از این کار منصرف شده. اما به خاطر طفل ما پول پیشکی داده. نه خیر جانم منصرف نشده. اما غیر از این طفلش 5 طفل دیگه هم داره. او با پول شما ضرورت داره. شما باید یک چند روز دیگه منتظر باشین. اما ما زیاد وقت نداریم. با فردا تیکت امریکا را گرفتیم خانم. رفتن ما را نظر به تاریخی که تو گفتی ما تنظیم کردیم. حالا چرا قسم میگی؟ درسته جانم آرام باشین. من کوشش میکنم که امشب این کار حل کنم.
و تا جایی که میفهمم شما هم کدام چاره دیگه نداری. بله متاسفانه، ما زیاد میخوایم که از اینجا یک طفل همراه خود ببریم، اما قوانین رسمی به ما اجازه را نمیده که طفل از اینجا خارج ببریم. درست است، شما تشویش نکنین. من کوشش میکنم که امشبی کار خلاص کنم. برو بیبی که از بام چی خبر است. اطاعت میشه جنرال صاحب. ببینم که در اینجا چی میکنن. آیه این کاره چطور انجام بدم؟ چی بگویم؟ بسم الله. وضعیت از چی قرار است؟ آماده است محترم. شما او طرف ببینید. اوف، نه خیر، من نمیتونم. نه خیر. حالا بریم. بله. دینیس، تو با کدام روی به ما زنگ زدی؟ خواهش میکنم گپ ما بشنو. باید گپ بزنی. هیچ چیزی به گپ زدن نمونده ایلیف. نمیخوایم صدای تا بشنوم و نمیخوایم چهره تا ببینم. گپ ما فهمیدی؟ دینیس، بسیاری یک گپ مهم برات دارم، فقط 5 دقیقه.
دنیز میشنوی؟ بشنو، ما بسیاری یک اشتباه بزرگ انجام دادیم. عذر میکنم، اجازه بده که تلافی کنم. تو کجا هستی فعلا؟ درست است، منتظر باش. میام. منتظر باش. بزرگترین اشتباهی بود که به من زنگ زدی. ها بله خاله نارمی. مادرم چطور است؟ کدام مشکل خانه است؟ میشه که تلفونه به مادرم بتین؟ مادر جان خواهش میکنم گریه نکنین. وعده میکنم طفله گرفته زود پیشتان میایم، درست است؟ خاله نارمی نام زیاد خسته نسازین. درست است مادر جان، حالا قطع میکنم. معذرت میخوایم. دست نازم. ما به کجا میریم؟ سهیلا گفته پشت سر یک جای است. ببینیم که جاله در اونجا ما را گیر کرده میتونه. نماز خدا بزدش در اونجا ادا خود کردیم. لوازمت پیشت از فلیس؟ نه خیر سهیلا، اما هم بسیار پریشان هستم. ما قبلا همراه الیف اینجا آمده بودیم. من زیاد پریشان شده بودم، اما چیز قابل تشویش نیست. نمیفهمم دیگه، بسیار پریشان هستم. پس در خوابگاه که باشی ناراحت نمی باشی؟ اگه مشکل نمی داشتم بیایز ما اونجا نمی رفتم. نه خیر، من نمیخواستم که قسم بگویم فلیس جان، تو غلط در کردی. شاید وقتی کسی از تو محافظت کنه اعتمادت بالای خودت بیشتر شوه. از کجا معلوم؟ شاید تو هم رای ما بیایی. همین جاش از دخترا. در سردخانه نماز بخوانیم؟ من خود گفته بودم که هیچ کسی فکرشم نخواد کرد. حالا زود شوین بیاین دیگه. نباید وقت ضایع کنین، زود شوین بیاین. فلیس تو نمی؟ نه خیر، من نمیخوایم که بیایم. درست است، همینجا باش، حداقل به درد یک کار خوب بخوری. اینا در سردخانه چی میکنن؟ سوار شو. الیف زود باش، تو نگفتی که گپ میزنیم؟ چی شد؟ نیک ترسیدی؟ کاش که یک جای دیگه پیدا میکردیم. اینجا اش ساده است. تو نباید از مرده ها بترسی، بلکه باید از زنده ها بترسی. کاری که خانم ژالم میکنه کدام مرده همراهی ما کدام میتونه جانم؟ گپ سهیلا را شنیدین دخترا؟ هر کس که نمیخوانه میتونه برایه. نیت کردم ادا سازم 4 رکعت نماز سنت در این وقت پیشین. الله اکبر. دخترها کجاستن؟ هم اینجاستن؟ در داخل هستن. برو. کجا میریم دینیز؟ در گوشه استاد کو که گپ بزنیم. تو رو همراه یک کسی معرفی میکنم. با کی؟ که رسیدیم باز خواد دیدی. یک کار کده نتانستین. حالا ببینین که من چطوری کار میکنم. سنم ببین دزگیر خود شدیم. لطفا نرو، پشتی دفله رها کو. با تو میگم سنم. گوش کن که چی میگم.
اگر نمیتونیم که از راه قانونی کار انجام بدیم پس ما مثل ایلیف یک نفر پول میتیم. شب میاییم به یک محافظ پول میتیم طفل میاره خلاص. ما حالا میریم دموتر. تو هر کاری که میخوایی انجام بدی. بفرمایید. میگن که تو احمق هستی. اطفال بسیار حاضر میدی حقیقت است؟ تو مریض هستی احمق. برو از اینجا. کوشش نکن کدام جنجال خلق کنی. جنجال وقت میفهمی که همگی خبر شون تو اطفال آزار میدی. تو کی هستی چرا قسم گپ میزنی کی تو رو اینجا روان کده؟ ما و اطفال خورده چرا آزار بتم؟ کرمم خورده است اما دل آدم بد میکنه اما تو نیست؟ راست میگی. شاید که تو را از کار اخراج کنن. اما بعدن چه قسم زندگی خواد کردی جانم برم بگو؟ تو از ما چی میخوایی؟ برو از اینجا گم شو. به ما مزاحمت نکن. کاری که میخوایم انجام بدی همگی شده ای ورق نوشته کردیم. منتظر زنگت هستم. اگه زنگ بزنی خوب میشه اما اگه زنگ نزنی اینجا میایم چیغ میزنه میگم کی آدم اطفال آزار میده. پایین شو. اینجا کجا؟ گفتم پایین شو گپ میزنیم. پایین شو. دنیز صبر کن دست میلاکو درد گرفت. تو هنوز درد ندیدی. پایین بیبی خوب بیبی. دنیز صبر کن. از اینجا خدا انداخته میتونی خدا بندازی ایلیف. نترس. چرا میترسی ها؟ چرا که وقتی من خدا انداختم نترسیدم؟ از خاطر تو از اینجا خدا انداختم میفهمی؟ خواستم که ببرم تا راحت شوم. دنیز من اشتباه کردم ددام افتیدم باور کن. پس چه قسم است؟ باش که حدس بزنم. در اصل ابراهیم بچه من تو نیست؟ به من دروغ گفتی. هر شب تو را به خواب خود میبینم ایلیف. تو در خواب میای و میگی که من دروغ گفتم. 12 نفر دیگه بالای سرم میای کلشان چیخ میزنن میگه فریب دادن. مرا در کنم میتونی؟ دنیز خواهش میکنم این کار نکن. فکر میکنی که من خبر نشدیم؟ بچه تا گرفتن نه؟ ابراهیم گرفتن. از او خاطر امروز من مشکل داری. فکر کردی باز مرا فریب داده میتونی؟ هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه در فکرم هستی. دنیز قسم میخورم همه چیزا برات میگم به گپم گوش کن. او دنیز سابقه مرد. حالا یک دنیز دیگه آمده. خوب طرفم بیبی. او دنیز احمق مرد. دنیز به عقلی که همه چیز باور میکرد مرد. حالا دیگه یک دنیز جدید پیش رویت است. این آدم هیچ چیز را قبول نمیکنه. به خاطر هیچ کس و هیچ چیز سینه خود سپر نمیکنه. هیچ خیانت قبول نداره. دنیز یک بار به گپم گوش کن. من اینجا به خاطر شنیدن گپت آمدیم که گپای خود برات بگویم. او آدمم پیدا میکنم. هر کاری که کردین خواد فهمیدم. بازو وقت از من خواد ترسیدی فهمیدی؟ حالا برو گم شو از اینجا. برو. خدا میفهمه اینا چرا نبره ندن. اینا اینجا هستن خانم شاله. خدا قبول کنه. دوستا حالا یک کمی عجله کنین. حالا کسی داخل خود آمد. درست است. دیدین دخترا هیچ چیزی نیست که بترسیم. زمانی که انسان یک چیزی بخواه هیچ چیزی مانع شده نمیتونه. بعد از این هر روز اینجا میاییم. کلیده به ما بده. یک بار بیبی سهیلا. ای چی وضعیت است؟
قفلش کردن. اما خواهم یالا داخل شدم. کسی اونجا است؟ انسان همیشه فکر میکنه که جهنم گرم است. به نظر من او یک جای سرد است. فکر میکنم که بعد از این اونام امی قسم فکر خاط کردن همون تو نیست. دوستی های دخترها را سر میز خود میخوایم. کدام کسی سرد کنه روشن کده. کمک! دروازه را باز کنید. کسی صدای ما را میشنوه؟ روز بخیر بیادر. تو باز آمدی؟ سند را که میخواستین آوردم. ای بار بچه ما دیدم میتونم. اول تذکره تا برم بته. ما به داخل خبر میتونم. اردام کمره رو بررسی کن. نشان انگشت پیدا کن. تو حال خوب هستی؟ او موضوع را هیچ پیشم یاد نکن. در زندگی ما دیگه هیچ چیزی وجود نداره. یک پلیتون برات میگم اون بررسی کن. میکنم. اما تو پشت کی را گرفتی؟ قدرت کارای، یعنی خسرو بسیار زیاد دوست داشتنیم. بچیم ابراهیمه، بچیم لباسش زیاد کثیف شد. حمله غذا خورد، حالا پاکش میکنه. کسی از اینا مراقبت نمیکنه؟ خانم شما اینجا به حساب گرفتن آمدین؟ از هر طفل باید یک نفر مراقبت کنه. ببینین هم میگین که این طفل همیال غذا خورد، هم لباسش تبدیل نکردین. طفل بیچاره مریض خود من روزانه از 50 طفل مراقبت میکنم. تو نتونستی که از طفل خودت مراقبت کنی. به جایی که سر مگه بزنی متوجه طفلت باش. نیم ساعت وقت داری. تو هرگز بالای مادرت قهر نشو. هرگز. مادرت تو را بسیار دوست داره بچیم، اما بسیار مجبور است. دیگر راهی نداره. تک و تنها مانده جانه. دینیز، نشان انگشت مربوطه این نفر میشه. یه آدم قبلا در بخش بمسازی همراه تروریستا بود. یه آدم همراه جنرال قدرت بود. درست است، اما قدرت کارای همراه اینا چی کار داشته میتونن؟ خب ما چی میفهمم؟ ما هم در این مورد تحقیق کردم. رو آمر اردام، یک کست به دست ما رسید. امکان داره اختار یک حمله باشه. ما دیگه از بین رفتم. دنیز حتی طرفم سعی نمیکنه. بچه مام تا اونجا پریشان است. و احمق زندگی ما ازم گرفت. ایلیف بیبی تو امروز رفتی، اما ما فکر میکنم که تو باید به گپای وکیل گوش کنی. ها حتما یک کسی خود بود که تو سرش اعتماد کرده بتونی، یا حداقل تا زمانی که مشکلات تمام میشه. خوش کنی دیگه در این مورد یک کلمه هم گپ نزنی، خواهش میکنم. تو بسیار زیاد تو آدم دوست داری. بیعقل ترین آدم روی دنیام که باشه ایره دیده نمیتونه. تمامش به خاطر امور است. همیشه زهر خودم میپاشه. ای چه قسم زن بوده. نظر به گفتای تو شیطان است. کافیست که از ما دور باشه. ما فقط طمقه میخوایم که بچه ما دینیز بگیره. دیگه از این بیشتر چیز نمیخوایم. ما هیچ نمیفهم که باید چی کنیم ایلیف.
مام نمیفهمم که چی کنم. حالا من خود گفتم برید ابراهیم بگیره. البته دخترم. چی؟ بریم ابراهیم از اونجا بگیریم. از صبح تا حالا بابا شما چی گفته میرم خاله ایلی؟ اما چطور امکان داشته میتونه چطور این کار کنی؟ بسیار راحتی کار میکنیم. تو مادرش نیستی؟ شاید حالا ابراهیم پشت شما گریه کنه چون پشتتان زخ شده. حالا بخیزیم بریم یک بارو پرورشگاه را ببینیم. داملا حالا دخترم زود باش. همگی آماده به نجات دادن ابراهیم. امشب مراسم برگزار میشه. آمادگیتان بگیرین. درست از ما زود پس میایم. رئیسشان ای دختر است. ای دختر است، زود پیش ما بیارین. اما تباه شدیم. از سینا چی رو ظاهر خود دیدیم. نترس جانم. یک کسی پیدا میشه که تو رو نجات بده. تو خود چادرم نداری. ما نو ثبت نام کرده بودیم. خدا کنه که ما را اخراج نکنن. سهیلا، انتظار قسم گپ از تو نداشتم. دانشگاه مهم است یا رای ما؟ زمانی که فیس ثبت نام از طرف انجمن داده میشد اون خوب بود یا حاله؟ در این مورد باید تصمیم خود بگیریم. اگه شما به ما کمک نمیکنین ما به شما کمک نمیکنیم. الینا ولیزاده شما هستین؟ ما هستم. خانم جاله شما را خواسته. البته او تنها نمیره. پدر، ما باعث پدرت نه، باعث رئیس انجمن اینجا آمدیم. هم تو و هم دیگه دخترای ما هیچ وقت مقابل رقم ظلم قرار نخواد گرفته. شما ما را به بیگناه ها فروختید. حالا وقتش است که جلوتان را بگیریم. قبل از اینکه شما ما را در تاریکی دفن کنید ما شما را در تاریکی دفن میکنیم. امشب ساعت 9 آماده روبرو شدن با اجساد میلیون ها نفر باشین تا جایی که میخواین آرزوهایتان را دفن کنید، چرا که تمامش از بین خواهد رفت. درست است کفایت میکنه. دینیس، اینا کدام عمله انتحاری انجام میتن؟ یه همه آدمی هست که در اونجا دیده بودم. حسابی کارایتون حتما شما میپردازین. ما تا ابد از حق خود دفاع میکنم. امروز دختر ما بود، فردا دیگه دخترای ما خود بودن. ما تنها کسی هستم که اونا بالای ما باور دارن. وعده ای مجادله بر حقشان همیشه همراهشان خود بودم. واضح بگویم من منتظر یک تشکر بودم. اگه دیگه کس می بود از خاطری که دخترش اخراج شدن ناراحت می شد، اما شما به خاطر فداکاریایی که میکنین تمیم میشین. حتی به شما خوبی هم کردیم. زندگیتان همین قسم پیش میبرین با دادن قربانی. دخترم تو دا بیرون منتظر ما باش. یک کرم کوچک فکر میکنه که کاپیتان دریا هاست. یک روز به روی زمین آب کثیف دیده. رفته در کنار او آب یک چوبک پیدا کرده. سرش بالا شده گفته که این دریا این ما یک کاپیتان مشهور شدم. دریا از ماست. با همون ذهنیت کوچک خود فکر میکرده که در یک دریای بزرگ کشتی سواری میکنه. در حالی که او دریایی که بالاش کشتی سواری میکرد یک جویچه بود. او کشتی که سوار شده بود هم یک چوبک کثیف بود. چی میکرد دیگه؟ دنیای او هم قدر کوچک بود. چطور جرأت میکنی؟
زود باش، از اتاقم بیرون برو، زود باش. نه دریاز، نه کشتی خانم ژاله. شما قبل از گپ زدن در مورد خودتان فکر کنین. کسایی که این موقف برای شما دادن دوباره این موقف از شما خواد گرفتن خانم ژاله. بله، دوسیه او دختره همیاله به تحقیق ببرین. عجله کنین. خدایا خودت کمکم کن. خدایا لطفاً بچه ما برم بده. یا مستو است. اینه بگی بچه؟ ای کار میکنه؟ پدر جان بریم ابراهیمه پیدا کنیم. گوش کن بچه، اطفال نوزاده کجا می باشن؟ در اونجا می باشن. سنم جان بگو ما کجا میریم؟ به شما حافظ. باید یک دفعه گوشش کشف کنیم. درست است. ما اونجا میریم، شما اونجا باشین. موتر پیدا کردن؟ بله پیدا کردن. با اطراف شهر در نزدیکی خانه پیداش کردن. کم تیزتر برو که زود برسیم. اینو چرا قدر تال دادن؟ پدر جان ببینین این ابراهیم است. بسیار شیرین از همتون است پدر جان. کاشی بیا درک منی بود. بیا بچگک قندم بیا. درست است، درست است، درست است، درست است. پدر جان ابراهیم از اینجا ببریم پیش خاله الیفم. سنم؟ زن احمق، خدا لعنتت کنه. تو هم اینجا هستی؟ تو چرا اینجا آمدی ها؟ چرا آمدی بگو؟ تو را چی دختر؟ چکر میزنم. برو در یک جای دیگه چکر بزن. در اطراف بچه ما چرا چکر میزنی؟ چرا این قصه میگه جان ما؟ مام خو مادرش هستم، اما تو نیست؟ شما کجا میرین آقا؟ دلم برات میسوزه دلم. فکر میکنم که با تو خوبی میکنم. بیبی تنها یک گپ ما قبول کو، طفل در غوشت بگی. هرگز نی. ببینین ما از اینجا تیر میشدیم، صدای گریه را شنیدیم. قدم زدن در دهلیز من است. بیا که بریم، بیا. ایلیف باور کو که تو بسیار یک آدم احمق هستی. تو همه قسم به مثل پشکا گردش های ادامه بدی. از پشت کلکین بچه تا برات نشان بدن. برو گم شو از اینجا. حالا پدر جان زود شوی. گفتم برو از اینجا گم شو. تو عقلت از دست دادی، برات میگم دور باش. عقلت از دست دادی به خاطر حمله بالاییه. یک خانم تو را به زندان مندازم. سنم دیگه هرگز اینجا نیایی. در اطراف بچه‌م نمیخوایم ببینم. بریم سنم، این دیوانه شده. درست از قندم، با تو هم نوکری ولی خوش میخوایم. یک شبه با دیدن تو خاط آمدم. خدا جزایی تبته. گفتم برو گم شو از اینجا. روز خوش جانم.